بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. باب ذکر الخوارج و صفاتهم. در کتاب مبارک صحیح مسلم در کتاب الزکات قرار داریم و در ضمن کتاب الزکات امام مسلم احادیثی یاد کرده که مرتبط به بحث خوارج هست و لحاظ امام نووی هم آمده براش عنوان داده که 3 باب داریم که در هر 3 باب بحث خوارج مطرح شده، خیلی مفصل و خیلی، یعنی به این شکل در کمتر کتاب حدیثی میتونیم ببینیم که احادیث خوارج را جمع‌بندی کرده باشه. و اما سوال اینجاست که خب چرا در کتاب زکات بیایی بحث مطرح بشه؟ به خاطر یک ادنا مناسبتین است دیگه، چون در ضمن بحث احادیث زکات خب حدیث تقسیم اموال، تقسیم غنایم آمده و در بخش تقسیم غنایم حنین مطرح شد و در اونجا اعتراض بعضی آمده که یک فردی در اینجا خیلی به گستاخی و بیادبی آمده اعتراض کرده که پیامبر حالا اینجا البته اینجا یک بحث هست که غنایم حنین بوده که این نفر اعتراض کرده یا نه بعد از این در چی بوده، در سال 9 بوده، زمان بلکه در سال 10 زمانی که علی بن ابی طالب را پیامبر به یمن فرستاده که توضیح میدم به شما ان شاء الله. خب به هر صورت در اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی تقسیم کردن شخصی آمده بیادبی و گستاخی کرده و بی‌احترامی کرده به پیامبر و گفته تو عدالت نکردی در این کار و پیامبر گفته که یعنی اینها رأس خوارج هست و مثل این افراد دیگری خواهند آمد با همین اصل و با همین ریشه و با همین اساس که اینها مردم بسیار بد هستند و با اینها چنین رفتار کنید که توضیح میدم. پس لحاظا چون در بحث مسائل مالی بوده که فرد اول خوارج حرف زده، به این خاطر در کتاب زکات آورده یاد کرده، یعنی مناسبت خیلی کم است و کاشی در اینجا نمی آمد یا احادیث به جای خود می آمد خیلی بهتر بود. در باب فتن مثلا در کتاب الفتن می آمد و امثال او. خب باب ذکر خوارج و صفاتهم، یادی از خوارج و صفات خوارج. خب یه حدیث میخوانیم در اینجا. یکی حدیث جابر بن عبدالله داریم، یکی حدیث ابو سعید خدری داریم دوستان. در حدیث جابر بن عبدالله جریان ربط گرفته به چی؟ اصلا یادی در واقع از چی نیست، حنین نیست، اصلا به حنین اینجا ربط نداره. ها نام جعرانه فقط آمده، نام جعرانه بباشید به حنین این ربط داره، این کاملا به حنین ربط داره و در منطقه جعرانه بوده. در این روایت می‌بینیم از یحیی بن ابی سعید از ابی زبیر از جابر بن عبدالله قال اتى رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم بالجعرانه. جعرانه منطقه است در نزدیکی طائف، در واقع پیامبر از اونجا عمره جعرانه را انجام دادن. منصرفه من حنین، وقتی که از حنین پیامبر برمیگشت. و فی ثوب بلال فضه، در لباس بلال نقره بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبض منها یؤتی الناس، پیامبر از اون نقره ها میگرفت به مردم میداد. فقال یا محمد اعدل، اون مردی که آمده بود گفت ای محمد عدالت کن. قال ویلک و من یعدل اذا لم اکن عادل، وای به حالت من عدالت نکنم کی عدالت میکنه؟ لقد خبت و خسرت ان لم اکن عادل، من زیان کردم و نقصان کردم اگر من عدالت نکنم. یعنی پیغمبر الهی هستم، اگر من اشتباه میکردم فلفور الله جلو میره میگیرید و اساس قانون الله کار انجام میده. عمر ابن خطاب گفت دعني یا رسول الله فاقتل هذا المنافق، اجازه بدین منافق را بکشم. پیامبر گفت معاذ الله ان يتحدث الناس انی اقتل اصحابی. از این روایت واضح فهمیده میشه که این آدم چی بوده؟ کافر بوده، یعنی واضح کافر است، مستحق قتل است در بیادبی که به پیامبر کرده، توهین به پیامبر کفر است. اما این که پیامبر او را نمیکشه به خاطر برخوردی که با منافقین پیامبر داشت که معاذ الله یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، یعنی مردم نگویند که اصحاب خود را من میکشم، چون مردم از دور نمیدونن، خبر ندارن که کی است و بر اساس حرفی گفته بدون شک مستحق است، اما پیامبر این کارو نکرده. بعدم پیامبر گفت ان هذا، همانا این فرد، و اصحابه و یارانش یقرؤون القرآن، قرآن میخوانند اینها، لا یجاوز حناجرهم. این که میگه و اصحابه، پس معلوم میشه کسای دیگری هم فکر ای هستند. حالا این هم فکرها در زمان آینده میآید. هم فکری در چه چیز؟ در تکفیر مردم و در اعتراض بر علیه حاکم. از مهمترین صفات خوارج امیه که همیشه با مسلمان ها درگیرند.
مسلمان ها رو تکفیر کنن، با حکام درگیر باشن، حکامی که مسلمان اصلا بالکل فسق هم داشته باشن، به حد کفر نرسیده، و دیگه اینکه آنها را چی کنن؟ خروج کنن مسلحانه. خروج مسلحانه اینم بیاد داشته باشید. و خروج با دو قسم است، یکی خروج مسلحانه، یکی خروج چی؟ کلامی. و این فرد خروج کلامی داشته. به خروج کلامی که نفر حرف بزنه، نفر قتل نمیشه، کشته نمیشه، اما به هر حال در صورتی که رئیس دولت احساس بکنه که مثلا با حرفای خود نظام جامعه اسلامی رو خراب میکنه، در حالی که واقعا هم باشه، نه اینکه واقعا حاکم مشکل داره و برای اصلاح حاکم یه حرف میزنه به روش درست، اون نه، او به جای خود، او جایی که نه به ناحق میای حرف میزنه و فتنه ایجاد میکنه، در این صورت خب حاکم میتونه با او برخورد بکنه، اما نه در حد قتلش، فقط متوجه میسازه که این کار انجام نده. اما اگر خروج مسلحانه داشت، باز با او جنگیده میشه دیگه، چون فتنه بزرگ شده، مسلح شده دیگه. خب لذا پیامبر میگه این و اصحاب و یارانش یقرؤون القرآن، قرآن رو میخوانن، لا یجاوز حناجرهم، اما از گلوگاهشون تجاوز نمیکنه. این تجاوز نمیکنه دو معنا داره، یا از گلویشان که میخوانند پایین نمیره که به قلبشان برسه که بفهمند و درک کنند و تأثیر بالاشان داشته باشه، یا بالا نمیره که به حد قبول به درگاه الله پاک برسه. لا یجاوز حناجرهم یمرقون منه، اینها بیرون میشوند از آن، یعنی از چی؟ از دین، از اسلام، چنانچه در بعضی روایات تصریح شده یمرقون من الدین، یمرقون من الاسلام، تصریح است که بعداً میخوانیم. کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از شکار بیرون میشود. رمیه شکاری که تیر به او اصابت کرده، رمیه رمی شده، موجود رمی شده، تیر خورده شده. یعنی چی؟ یعنی تیر خورده به بدن حیوان، از بدن حیوان بیرون شده، و مثل که تیر از بدن حیوان بیرون میشه به اون طرف، به همون شکل چیه؟ اینها هم از اسلام داخل شدند و بیرون شدن، از اسلام و از دین بیرون شدن. خب حالا که بیرون شدن یعنی چه؟ کافر هستن. این توضیح میدم به شما، کمی پیش بریم. حالا این روایت چی بود؟ جابر بن عبدالله بود و سند بعدی رو آورده که ابو زبیر از جابر سماع داره. اینجا گفته اخبار ابو زبیر انه سمع جابر بن عبدالله، مشکل تدلیس ابو زبیر پس حل میشه. بریم سند بعدی، بازم همون حدیث است. جابر بن عبدالله اینجا میگه ان النبی صلی الله علیه و آله کان یقسم مغانم، تقسیم غنیمت ها بوده و همون جریان چی؟ غنیمت های چی؟ غزوه حنین، که البته ما قبلا خواندیم در جلسه گذشته که بعضی از جوانان انصار هم اونها هم حرفی داشتن، اما اونها توهین و بیادبی نکرده بودن، نگفتن پیامبر عدالت نکرد و اینها، فقط یک سوالی کرده بودن که در جلسه گذشته خواندیم و بعدا هم مشکل حل شد. اما این آدم آمده گستاخی و بیادبی کرده، گفته که عدالت نشده. خب این تمام روایت جابر بن عبدالله که کاملا ایده در ربط میده جریان رأس خوارج را که ذوالخویصره هست، این ربط میده به کجا؟ به جریان غزوه حنین و تقسیم غنایم. اما روایت بعدی رو میخوانیم، از طریق ابو سعید خدری است. عبدالرحمن بن ابی نعم از ابی سعید خدری روایت کرده. البته عبدالرحمن بن ابی نعم صدوق حسن الحدیث است، اما اینجا چیه؟ روایت مختلف دیگه هم آمده او رو تایید میکنه. به هر حال روایت معتبر هست، معتمد هست. بعث علی رضی الله عنه. حالا ببینید این جریان کجا هست؟ این دیگه جریانی میگه علی بن ابی طالب فرستاد وقتی به یمن بود، در حالی که علی بن ابی طالب به یمن در زمان چی رفته؟ در سال 9 و 10 بوده که اونجا رفته و بعداً باز در پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به حجۃ الوداع رفتن، علی بن ابی طالب از یمن آمد که اونجا به حج باز شریک شد و بعداً جریان قدیر خم صورت گرفت. این در دیگه وقت بود، یعنی در سال 10 هست، سال حجۃ الوداع هست. خب در اینجا گفته علی بن ابی، پس لازم این دیگه جریانی میشه، دیگه زمانی میشه. بعث علی رضی الله عنه و هو بالیمن بذهبت، یک تکه طلای فرستاد فی تربت، یا با خاک خود مخلوط، یعنی طلایی بوده که از معدن کشیده شده، هنوز از خاک خود جدا نشده و اون خاک و ریگ و چیای دیگه که داشته با اون مخلوط بوده هنوز. فرستاد اینو به پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر به همون شکل رو تقسیم کرد بین 4 نفر: اقرع ابن حابس حنظلی، عینه ابن بدر، عینه ابن حصن هم گفته شده، عینه ابن بدر که از اجدادش بوده، در جلسه گذشته هم خواندیم، و علقمه ابن اولاثه عامری، سپس یکی هم از بنی کلاب و زید الخیر طائی، ثم احد بنی نبهان. اینا یعنی چی؟ اینا از 4 نفر بیشتر شد. یعنی علقمه ابن اولاثه عامری
اگر اون نشد باز بعضی از مال او باز به یکی از بنی کلاب داده شه. و زید الخیر طائی، و اگر از اون نشد باز به یکی از بنی نبهان. سیتریه که زید الخیر است، اولاسه هست، علقمه ابن اولاسه هست، عیینه ابن حصن، اقرا ابن حابس، همین 4 نفره. خب زید الخیل هم گفته شده. در زمان جاهلیت قبل از اسلام یادم زید الخیل میگفتن، چون خیلی اسبای خوبی داشته. زید اسب مشهور به اسب بوده. باز پیامبر وقتی که مسلمان شد اون زید الخیر گفت. زید خیر کار خوب، یعنی خیر و خوبی چی داشت ارتباط داشته باشه. و بعداً یادم باز از جمله مؤلفه القلوب بوده، بعداً اسلام او خوب شده و باز در زمان حیات پیامبر باز بعداً فوت کرده. خب ثم عهد بنی نبهان قال فقدبت قریش. اینجا دقت کنید میگه قریش غضبناک شد، یعنی بعضی از قریشی ها اینا ناراحت شدن. اینا کی بوده که ناراحت شده؟ بیشتر همون کسایی که مؤلفه القلوب تازه مسلمان بودن. گفتن اتوتی سنادید قریش، سنادید جمع سندید، سندید یعنی بزرگان، سادات. آیا میدهی به بزرگان نجد؟ ببینید نجد به معنای امروزی که یک منطقه خاصی است در عربستان نیست. نجد یعنی بلنداب، یعنی بلندای شهر، پایین شهر بالای شهر. پایین شهر میگن تهامه، بلند میگن چی؟ نجد. و نجد میشه جانب مشرق، جانب غرب میشه تهامه، جانب شرق میشه چی؟ یکی نجد. و نجد حجاز سرزمین عراق بوده، سرزمین عراق بوده و بعضی مناطق از عربستان هم همچنین. آیا میدهی به بزرگان نجد و تدعونا و ما را ترک میکنی؟ پیامبر گفت اینی انما فعلت ذلك لاتعلفهم، این کار کردم تا که تعلیف قلوبشان را بکنم. فجاء رجل کث اللحیه، یک مردی آمد با ریش بسیار پر موی. کث لازم نیست خیلی بلند باشه، یعنی موهای خیلی به هم نزدیک بوده، خیلی پرموی بوده. این عیب نیست، حالا شخصیت او رو میگه این چنین شکلی داشته، چون این شکل بد است، اصلا به این ربطی نداره. مشرف الوجنتین، خود پیامبر صلی الله علیه و آله کث اللحیه بودن، ریش پرزور داشتن. مشرف الوجنتین، پیشانیش بالا آمده بود، کمی پیشانی پیش آمده بود، یک قیافه عجیب غریبی داشته. غائر العینین، چشمانش فرو رفته بود. ناطع الجبین، پیشانیش ببینید وجنتین دو طرف سر میگن، جبین این جلو وسط باز دیگه، و این ناطع الجبین پیشانی هم کمی بالا آمده، به دو طرف هم بالا آمده. محلوق السر، سرش هم تراشیده بود. حالا به این معنا نیست که تراشیدن سر کار بدی است. عموما فقها تراشیدن سر جایز دانستند، اگر چی که قول صحیح‌تریه که نگه داشتن موی افضل است. و پیامبر همیشه موی نگاه می‌داشتن، صحابه نگه می‌داشتن الا در زمان حج و عمره و اینها. و اما تراشیدن سرم عموما فقها جایز می‌دانن، مگر اینکه شخص او یک عبادت بدانه، یک علامه‌ای بدانه، که البته در بین خوارج این بعداً به عنوان یک علامت هم در آمده بوده که از دیگر روایات معلوم میشه. این شخص اولا محلوق الرأس بوده، اما افراد بعدی هم از علاماتشان ای بوده، این رو به خود یک علامتی درست کرده بودن. وگرنه تراشیدن سر عموما فقها جایز میدانن، منع نیست. فجالی میره بگین که بعضی از افراد خرافاتی، بیشتر شیعه و اینها و بعضی از صوفیای خرافاتی و افراد خرافاتی میگن که محمد بن عبدالوهاب یارانش اینا همینا بودن و خوارج هستن، اینا سرایشان تراشیده بوده و حتی سر زنها رو اینا میتراشیدن، در حالی که همه دروغ است، خرافات است، همه حرف بی ربط است. بلکه عموم فقهایی که محمد بن عبدالوهاب دوست دارن، بلکه از نسل و اولادش هم هستن، گذاشتن موی رو افضل دانستن از تراشیدن سر. کتبشون هست، چرا ما حرفای دروغ و بی ربط دیگرها رو قبول کنیم؟ کتابا گذاشته است دیگه، هر کس هر چی دروغ بگه نمیشه قبول کرد. فقال، خب به هر حال این شخص آمد، فقال اتق الله یا محمد، ای محمد از الله بترس. این نحو گفتگو خیلی بیادبانه و گستاخانه هست، یک مسلمان اینو نمیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر گفت فمن یطع الله ان عصیته، اگر من نافرمانی کنم چه کسی اطاعت میکنه؟ ایمنونی علی اهل الارض، الله ما را بر اهل زمین امین شمرده، ولا تأمنوننی، شما ما را امین نمیشمرید. یعنی الله امانت من قبول داره، شما قبول ندارید. دیگه چی گستاخی است. قال ثم ادبر الرجل، بعد این مرد پشت کرد و رفت. فاستأذن رجل من القوم في قتله، یکی از قوم که نشسته بود اجازه گرفت که یا رسول الله اجازه بدین که من گردنش رو بکشم. یرون، گمان میکنن که او خالد ابن ولید بوده. در بعضی روایات خالد ابن ولید آمده، در بعضی عمر ابن خطاب، خب میتونه هر دو گفته باشن، در بعضی یاد شده در بعضی. پیامبر فرمودن ان من دئ هذا، همه دئ نسل هم گفته میشه، دئ به معنی اصل هم گفته میشه.
نسل هم هست، اصل هم هست. لازم اینجا سیتر اصل است، چون از نسل ای آدم نشده بلکه از اصل ای آدم شده، از اصل ای شخص، یعنی از مفکوره ای شخص، از سبکی که یه آدم اندیشه و مفکوره داره. در آینده قومی میآیند یقرؤون القرآن، که قرآن میخوانند با همین افکار. حالا اصل ای آدم چی بوده؟ تو اعتراض بر علیه حاکم به حرف ناحق، به حرف ناحق حکم میکنه، خروج کرده، البته خروج کلامی کرده. اونهایی که میآیند باز اونها خروج مسلحانه میکنن که اولین اونها باز بعداً میگیم که آمدن چی شد. خب علاوه از اصل ای فرد، یعنی با این مفکوره، با این طرز فکر که همیشه با مسلمان ها عیب‌جویی کند، همیشه با کفار کار نداره، همیشه درگیر با مسلمان هاست، همیشه در جنگ با مسلمان هاست. اساسی ترین وصف خوارج همین بوده. مهمترین وصف خوارج ای که چی با بت پرستا و با کفار و مشرکین کار ندارن، با مسلمان ها کار دارن. فقط هر مسلمان رو تکفیر کن، بعدن بجنگ، بزن، بکش. امروز هم دقیقاً همین صفت در ادعی که وصف خوارج رو دارن خیلی خوب مشاهده میشه. ان من ضد هذا قوما یقرؤون القرآن، از اصل و از اساس و هم فکر ای کسانی هستند که قرآن را میخوانند، لا یجاوز حناجرهم، از گلویشان تجاوز نمیکنن، قرآن میخوانن اما نه به قلبشان میره بالا و درگاه الله. یقتلون اهل الاسلام. حالا مهمترین صفتشون چیه؟ ببینید خوارج، حالا یک گروهی به نام خوارج که بعداً آمدن خیلی حرفای غلط دیگه هم داشتن، مثلا مسح بر موزه را قبول نداشتن، رجم را قبول نداشتن، اما اینها از اساسی ترین صفاتشان نیست. حتی در باب تکفیر که به گناه کبیره که شخص کافر میشه نمیشه، بین خودشان خیلی اختلاف وجود داره. مهمترین وصفشان ای که با اهل اسلام میجنگن و کفار را ترک میکنن. لحاظ پیامبر هم میگه که در حدیث دقیقاً همی آمده اساسی ترین وصف خوارج یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. با بت پرستا و کافر کار نداره، با مسلمان ها یک سره درگیره، یک سره مسلمان ها را یک بهانه میگرده که کفری برایشون ثابت کنه، مثل که اون نفر به پیامبر آمده که بیادبی و گستاخی میکنه. و یمرقون من الاسلام، بیرون میشوند از اسلام. اینجا دیگه تسلیم میکنه که بعضی روایات آمده یمرقون من الدین، ادعی او رو تعویل کردن، گفتن منظور از دین یعنی طاعت، یعنی طاعت حاکم. یمرقون من الدین، بیرون میشوند از دین یعنی از طاعت حاکم. و این طاعت حاکم باز چیه دیگه؟ سبب کفرشان نمیشه، فسق هست کفر نیست. اما این روایت رد میکنه بر اون، میگه یمرقون من الاسلام، پس دین یعنی طاعت نیست، اسلام است، پس از اسلام بیرون میشوند. اما در رابطه با کفر خوارج صحبت میکنم بعدا بیشتر. یمرقو به یک جمله دلایل کسایی است که قائل به کفر خوارجند، بیرون میشوند از اسلام. کما یمرق السهم من الرمیه، مثل که تیر از شکار بیرون میشود، اینا همون شکل بیرون میشن. تیر میخوره به شکار، از بدن شکار بیرون میشه میره، همون شکل اینا به اسلام خوردن و از اسلام بیرون شدن. لئن ادرکتهم، این خیلی مهمه، اگر من آنان را دریافتم، لاقتلنهم قتل عاد، من آنان را میکشم مثل که قوم عاد کشته میشه. خب در اینجا دوستا حالا سوالی مطرح میشه، چند خیلی مطالب داریم در اینجا در این حدیث. اگر آنان را دریافتم میکشم، خب پیامبر صلی الله علیه و سلم چرا پس این شخص را نکشت؟ همین شخصی که توهین کرده بود و خالد و عمر اجازه گرفتن که او را بکشن، پیامبر اجازه نداد، چرا اونا نکشت؟ باز چرا اینا رو میگه میکشه؟ وجه چیست؟ وجه چند چیزه. اولا ببینید این شخص خروج او خروج کلامی بوده، نه خروج چی؟ مسلحانه. اما این افرادی که بعداً میآیند اینا خروج مسلحانه دارند و لحاظ گروه هستند، منعه دارند، لحاظا با اونا جنگیده میشه که بعداً واضح‌تر میاد که اینا در زمان علی بن ابی طالب اولین بار خروج کردن و کشت، با اونا علی بن ابی طالب جنگید و آنها را کشت. و دقیقاً همین حدیث است، همین به شأنشان تطبیق میخوره و عموم اهل علم بر این تقریبا اتفاق نظر دارن که این حدیث در شأن خوارج تطبیق میخوره. و اولینشون هم کسایی که در زمان، البته اولینشون که در زمان عثمان بن عفان شد، هم خوامونا بودن که باز در لشکر علی بن ابی طالب بودن، بعدن جدا شدن و خدا گروه مستقلی تشکیل دادن که بیشتر باز توضیح میدم شما. خب اینجا چی که پیامبر میگه پس با اونها میجنگن، پس حرفیه که اونها چون خروج مسلحانه دارن، این خروج مسلحانه نداشته. یک دوم این که این نفر کافر شده، در این شکی نیست، چون توهین به پیامبر کرده. توهین به پیامبر کفر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم اون روایت دیگه دیدیم که میگن که یکی از
این نمیکشم به خاطر اینکه این چی است، مردم نگوین که محمد اصحاب خود میکشه. اصل حرفیه. البته در یک روایت دیگه پیامبر میگن که نماز میخوانه ظاهرا، به اساس همون ظاهر رو رها میکنن، وگرنه خب توهینی که کرده کفر است و باید کشته بشه. اما پیامبر باز در میگه که به خاطری که از جمله چی است، مردم نگوین یاران خود را میکشند. خب نکته دیگر این که از این بخش که گفته مثل قتل عاد، قوم عاد که کافر بودند و الله اونا رو عمومی کشت، آنان را میکشن، پس اینا کافر هستند. این یکی از دلایل است. توضیح میدم بیشتر کمی پیش بریم. روایت ابی سعید خدری کامل کنه، بعدا به شما شرح میکنم. روایت بعدی هم بازم روایت ابی سعید خدری است از طریق عبدالرحمن بن ابی نعم. گفته بعث علی بن ابی طالب رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم من الیمن بذهبه فی عدیب مقروض، در یک چرمی که بریده شده بود. لم تحصل من ترابها، او طلا از خاک خود جدا نشده بود. قال فقسمها بین 4 نفر، بین عیینة بن حصن و الاقرع بن حابس و زید الخیل و الرابع. چهارمی کی بوده؟ اما علقمه ابن الاثه و اما عامر ابن طفیل. در روایت سیتر یک علقمه ابن الاثه است، نه عامر ابن طفیل، این نیست. فقال رجل من اصحابه كنا نحن احق من هؤلاء، ما بهذا من هؤلاء، ما مستحق‌تر بودیم. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا تأمنونني وانا امين من في السماء. امین من فی السماء تسلیم میکنه، من امین کسی هم که در آسمان است. بودن الله در آسمان هم دیگه در احادیث زیاد است، در آیات دیگه خب واضح است دیگه، نیاز به حرف نیست. یاتینی خبر السماء، خبر آسمان به من میرسد. صباحا و مساء، صبح و شب. یعنی کاری که میکنم بی اذن الله نیست. چرا شما نمیفهمید؟ قال فقام رجل غائر. آره مشکل هم است که بعضی اوقات عامه مردم درک نمیکنن. یک حاکم یک کار انجام میده، حالا نمیخوام حرف تمام حکام در اینجا توجیه بشه، نه، خیلی از حکام بیدین ما داریم که کارهایشان بر اساس هوا و هوس است، اما عده‌ای هم از حکام هستن که واقعا کارشان بر اساس قوانین اسلامی است. اما میبینی که یک نفری که تجربه نداره، به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و سلم چند تا جوانهایی که نادان و بی عقل هستن، اینها میان چی میکنن؟ درک نمیکنن از اسلام. فقط چند تا آیه قرآن یاد گرفته، هیچ نمیفهمه بودن، به قلبش اصلا نرفته، درک نکرده، آمده اون میخوانه و خلاص حکم کفر میده که این غلط هست، اشتباه و باطل هست. تو درک نکردی دیگه. مثل که اینجا اون افراد هیچ درک نکرده، این نفر درک نکرده. گفته که فقام رجل غائر العینین، یک مردی آمد که چشمانش فرو رفته بود، مشرف الوجنتین، ناشز الجبهه، کث اللحیه، محلوق الراس، مشمر الازار. شلوارش ازارش بالا بود، یعنی اینکه ساق پاش بالا کشیده بود. حالا این سنت از این کار خوبی است، فقط صفات او رو میگه. چنین نیست که تمام صفاتی که اینجا آمده چیزای بدی است. حالا مشمر الازار نی که دیگه، محلوق الراس هم گناه نداره. فقال یا رسول الله اتق الله. فقال ویلک اولست احق اهل الارض ان یتقی الله. مگه سزاوارترین بنده اصلا که بعد متقی باشم. قال ثم ولى الرجل، مرد رفت. فقال خالد بن ولید یا رسول الله الا اضرب عنقه؟ فقال لا لعله ان يكون يصلي، شاید نماز بخونه. قال خالد بكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. من معمول نیستم قلبشان را شکمشان را بشکافم، قلوبشان را بشکافم. قال ثم نظر الیه وهو مقف، در حالی که او پشت کرده بود میرفت. پیامبر گفت انه، حالا اینجا ببینید یک بحث، آیا این فردی که در این جای جریان صورت گرفته و طلاها از یمن آمده با او فردی که جابر بن عبدالله روایت کرده در جعرانه بوده در زمان برگشت از حنین، یک نفرن، یک قضیه است یا دو قضیه است؟ بعضی آمدن گفتن که چون هر دو هم گفته شده که از دعده هیچ کار میشه، همچین افراد یعنی میآیند، یعنی در مورد هر دو. حالا روایت جابر به لفظ دعده نیامده بود. ببینید دقیقاً برگردیم روایت جابر را، او آمده بود ان هذا و اصحابه، این و یارانش، لا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون منه کما یمرق السهم من الرمیه. همون صفات به او گفته شده. لذا بعضی آمدن مثل ابن حجر اسقلانی رحمه الله ترجیح داده، گفته هستن او کسی که رأس الخوارج است. این روایت ابی سعید خدری است. او جریان دیگری بوده، او فرد دیگری بوده، او به خوارج ربطه، یعنی او هم رأس الخوارج ذوالخویسره او نیست، ذوالخویسره ای هست. بعضی هم گفتن که هر دو میتونه یک نفر باشن، همون نفر در اونجا هم گستاخی کرده، در اینجا هم گستاخی کرده، که بعضی از شارحین این رو باز ترجیح دادن، گفتن میتونه به این شکل باشه. یا اگر فرض کنیم حتی اینا دو نفر بودن، پیامبر بیان کرده که یعنی می وصف این افراد هست، حالا او فرد و این فرد چه افرادی میان به مثل اینها، شبیه اینها در آینده. و مراد از دعده هم که نسل نیست، بلکه مراد از دعده هم او چی است دیگه،
یعنی هم فکر اینها، اما اصل اینها افرادی میآیند. خب در اینجا ما در دنباله یه حدیث میخوانیم. ثم نظر الیه و هو مقفن، بعدن پیامبر به اون نگاه کرد در حالی که او پشت کرده بود و میرفت، گفت انه یخرج من دئدی هذا قوم یتلون کتاب الله رطبا، کتاب الله را تازه میخوانند. تازه چی میخوانند؟ یعنی یکسره میخوانند، همیشه زبانشان رطب است، تازه هست به کتاب الله. اما لا یجاوز حناجرهم، توضیح دادم یعنی چی. یمرقون من الدین، اونجا گفتم من الاسلام، منظوره کما پس توجیه طاعت درست نیست. کما یمرق السهم من الرمیه. قال اظنه قال لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل ثمود. در این روایت قتل ثمود آمده، اون روایت قتل عاد. خب میتونه هر دو درست باشه، هر دو یاد شده، در یک روایتی آمده در یک روایت، یا ای که پیامبر یکی گفت اینجا راوی خطا شده. به هر حال هر کدوم که باشه فرقی نمیکنه. یکی از ادله‌ای که دال بر کفر خوارج استدلال شده، یعنی استدلال شده هری است، بیشتر توضیح میدم بس کفر خوارج. خب روایت بعدی بازم همون حدیث است از طریق عمارة بن قعقاع. اونجا چی بود؟ عمارة بن قعقاع از عبدالرحمن بن ابی نعم. اینجا مالا گفته به هذا الاسناد و علقمه بن علاثه ولم یذکر عامر بن طفیل قال و ناطع الجبهه ولم یقل ناشز. ناطع و ناشز هر دو یکیست. بالا آمده. و زاد و قام الی عمر بن خطاب. اینجا گفته عمر بن خطاب استاد شد و گفت یا رسول الله علی اضرب عنقه. خب میتونه هر دو درست باشه. قال لا، قال ثم ادبر فقام الی خالد سیف الله فقال یا رسول الله علی اضرب عنقه. یعنی اول عمر گفته پیامبر اجازه نداده، باز خالد گفته پیامبر اجازه نداده. فقال انه سيخرج من دئری هذا قوم یتلون کتاب الله لینا رطبا. خوب راحت ساده قرآن میخوانند، خوب زبانشون عادی است به قرآن خواندن، تازه. و قال عمر حسبت قال لئن ادرکتم لاقتلنهم قتل ثمود. روایت بعدی بازم همون حدیث است. و قال بین 4 نفر زید الخیر و اقرع ابن حابس و بین ابن حس و علقمه ابن علاثه او عامر بن طفیل که اشتباهه. و قال ناشز الجبهه که روایت عبدالواحد. و قال انه یخرج من دئدی هذا ولم یذکر لئن ادرکتم لاقتلنهم قتل ثمود. در این روایت نیامد. تمام شد. روایت بعدی بازم روایت ابو سعید خدری است. خب روایت بعدی رو باز اینجا دقت کنین، اینا هم رو میگم، باز بعداً برمیگردیم روی یک بحث دیگه. فقط تفاوت بین روایت جابر و روایت ابو سعید خدری به شما شرح کردم، این بحث تمام شد. فقط حالا میبینید حکم خوارج که خوارج مسلمان مبتدی و فاسق هستن یا کافر هستن، کدام یک اینو باید داشته باشین. روایت ابو سعید که تمام کنم توضیح میدم. خب اینجا میبینید که روایت ابو سعید خدری این دیگه روایتی است، از طریق دیگری آمده، از طریق محمد بن ابراهیم از ابی سلمه و عطا بن یسار انهما اتیا ابا سعید الخدری فسالوه عن الحروریه. حروریه گرفته شده از حرورا. حرورا نام منطقه است در عراق و اینها پیامبر دقیقاً گفت که اینهایی که من دئدی هذا الرجل میآیند، یعنی از این اصل و با این مفکوره، اینها از جانب نجد، از جانب چی میآیند؟ شرق می، از مشرق، و مشرق جانب عراق هست و حرورا منطقه اصلی اینها بوده، به این خاطر اینها به نام حروریه یاد می شدن. ببینید خوارج اولین بار کسایی که خروج کردن بر علیه حاکم در زمان عثمان بن عفان بود. عده‌ای از مردم بصره، کوفه و مصر خروج کردن، آمدن و فتنه‌ای که منجر به قتل خلیفه مسلمین شد و بعدا همین قاتلین باز در لشکر علی بن ابی طالب رضی الله عنه بودند که در زمانی که جنگ جمل صورت گرفت بودند و بعدا جنگ فتنه رو برپا کردن در واقع، و در جنگ صفین به همراه در مقابل معاویه بن ابی سفیان بودن. بعدن که صلح صورت گرفت بین علی بن ابی طالب و معاویه، صلح صورت گرفت و توافق شد، اینها یک بار آمدن از لشکر علی بن ابی طالب خود کشیدن، گفتن علی و معاویه همه کافر شدن. اینا همه کافر شدن. چرا؟ گفتن چون اینا حکم به غیر الله قبول کردن. اینا آمدن گفتن که یک حکم از جانب معاویه، یک حکم از جانب علی بن ابی طالب تعیین شدن، هر دویشون بیاین با اینها با هم گفتگو کنن، به هر نتیجه‌ای که رسیدن، هر حکمی که کردن اینها قبول کنن. بعدن گفت درست سمن و طاعت. تمام. اینها آمدن گفتن که علی کافر شده چون حکم به غیر الله داده. لا حکم الا لله. حکم باید از الله باشه. این حکم به غیر الله داده، غیر الله ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص حکم قرار گرفتن، اینا حکم میکنن. حکم به غیر الله کفر است. در حالی که حکم به الله داد، لا حکم الا لله، ان الحکم الا لله، یعنی اینکه یعنی به اساس قانون الله باید حکم بشه. اما این که بشر حکم کنه طبق قانون الله، این که طبیعی است دیگه. یک انسان قاضی پس چیکار میکنه دیگه؟ حالا قاضی بگیریم، قاضی به قضاوت کنه، بگیم ما غیر الله را حاکم قرار دادیم، کافر شدیم. پس قاضی یعنی چی؟ قضاوت یعنی چی دیگه؟ اصلا معنایی دیگه نداره. اینها آمدن چون اینا قرآن یاد نداشتن، نمیفهمیدن. اینا قرآن میخوندن، معانی را اصلا درک نداشتن.
همین که پیامبر میگه به قلوبشان نرفته، لا یجاوز حناجرهم. ظاهر بعضی آیات فقط فهمیدن، بازی خوردن، فریب خوردن، آمدن گفتن که علی و معاویه غیر الله را حاکم گرفتن، کافر شدن و به همین اساس حکم به کفر علی بن ابی طالب و صحابه‌ای که مؤید او بودن شدن و حتی قتل مسلمانان را جایز دانستند و همین اساس برای خود قرار دادن. و مشکل همین است که گروه اهل بدعت یک بدعتی برای خود میسازن، یک غلط فهمی از قرآن و سنت میکنن، بعدن او را یک اصل میسازن، بر اساس او اصل بعدن همه را از اسلام بیرون میکنن و به همین اساس اینا خیلی راحت دیگه مسلمانان رو میکشتن و خیلی بی‌پروا هم در قتل بودن. مهمترین خصوصیتشان گفتیم پیشتر هم همین است که مسلمانان به خونشان هیچ پروایی ندارن، یقتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان. این مهمترین صفت خوارج است که امروز شما ببینید که این وصف در چه گروهی و در چه کسانی است که اینها به بهانه‌های واهی که قرآن رو یاد ندارن درست تطبیق نمی‌کنن، حتی علمای مسلمین رو تکفیر میکنن و بعدا هم باز حکم قتل میدن، خیلی راحت مثل آب خوردن دیگه، هیچ براشون مهم نیست. و غیر از چند نفری که خودشان هستن دیگه مسلمانی هم در دنیا وجود ندارد، حتی در بین خودشان هم گاهی اوقات گروهایی میشن و دقیقاً مثل که خوارج هم شکل شدن، همدیگر رو تکفیر کردن و حتی گاهی اوقات به کفر خود شک میشن، به شهادت خودشان که اقرار میکنن خیلی هایشان. خب به هر حال اینا چون در منطقه حرورا بودن، اینا به نام حروریات شدن. البته اینها تا زمانی که حمله مسلحانه نکردن علی بن ابی طالب با اینها نجنگید، اما وقتی مسلحانه کار کردن و بعضی از اصحاب رسول الله را کشتن، مالهای مردم گرفتن، چنانچه در روایت اینجا میایه، اونجا بود که علی بن ابی طالب در موردشون تصمیم گرفت و به مردم گفت که چی میریم اونجا با معاویه بجنگید، اینها پشت سر ما اینا مسلمانان میکشن و مالهای مردم چورو چپاول میکنن، با اینها اول بعد بجنگیم. لذا در نهروان اینا تار و مار کرد و خیلی کشت. و البته جالب است که در حرورا یک دفعه اینها روبرو شدن که در اینجا روایت میخوانیم با علی بن ابی طالب، تقریبا اینا 8000 نفر بودن. باز علی بن ابی طالب عبدالله بن عباس فرستاد با اینا صحبت کرد، جمع زیادی از اینها همونجا رجوع کردن. عبدالله بن عباس خود به اینا گفت که شما میگین که چی هست؟ این الحکم الا لله، حکم فقط از آن الله هست. خب خیلی خوب، اگر در قرآن کریم آمده صراحتا که مثلا در حج نفر یک تخم مرغی در سرزمین حرم شکسته، اونجا میخوای حالا امو چی او رو بده، عدل او رو بده، مقدار او رو فدیه بده، خب میگه دو نفر حکم قرار بده که او حکم کنن. آیا این دو تخم مرغ مهمتره یا نظام حکومت اسلامی؟ گفتن خب نظام حکومت اسلامی. گفت در اونجا الله میگه دو نفر حکم قرار بدید. در نظام حکومت اسلامی علی بن ابی طالب و معاویه حکم قرار دادن، کار بدی کردن. و دیگه ای که در مسئله زناشویی مهمتر است یا مسئله اختلافاتی که بین زن و شوهر است یا نظام حکومت اسلامی؟ گفتن خب نظام حکومت اسلامی عامتر است، بزرگتر است. گفت در بحث زن و شوهر الله میگه که حکما من اهلها و حکما من اهله، یک حکم از اهل او یک حکم از اهل ای. اونجا حکم گرفتن درست است، اینجا درست نیست. و اینجا بود که خیلی هاشون متوجه شدن که قرآن غلط فهمیدن و در بعضی روایات آوردن که 4000 نفر از اونها اینجا رجوع کرده و متوجه اشتباه خود شدن. خب پس مهمترین بحث اینهایی بوده که افراد اینا جاهل بودن، نافهم بودن، قرآن را نمیفهمیدن مگر چیزای ظاهری، دقیقاً عین اوصافی که امروز در بعضی از جوانان میبینی که مفت مجانی خود بدبخت و بیچاره میکنن. خب از ابو سعید خدری پرسیدن در رابطه به حروریه، ابو سلمه و عطا بن یسار پرسیدن هل سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکرها، که حروریه را یاد کنن. ابو سعید که خب حدیث از پیامبر نقل میکنه، خیلی دقت داره، میگه لا ادری من الحروریه، من نمیفهم حروریه کیست، یعنی حروریه رو من از پیامبر نشنیدم که نام حروریه پیامبر برده باشه، ولکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از پیامبر این رو من شنیدم، گفت یخرج فی هذه الامه ولم یقل منها. این برداشت ابو سعید خدری است و خیلی ظرافت به خرج داده در روایت خود که نووی و دیگر علما خیلی دقت ابو سعید را تقدیر کردن. گفته که پیامبر گفته یخرج فی هذه الامه، در این امت، نگفته من هذه الامه، از این امت نیستن، در بین این امت هستن. که البته از این یکی از دلایلی که به کفر خوارج استدلال شده چیه؟ همین هست. اینا به این معنا نمیگم که کفر خوارج تایید شده است، اما استدلال هایی که صورت گرفته توضیح میدم، باز در آخر بحث میکنم شما ان شاء الله. ولم یقل منها، اما خب در این روایت ابو سعید خدری کاملا درسته، یخرج فی هذه الامه، اما در غیر روایت ابو سعید خدری چند روایت دیگه بعداً داریم که من هذه الامه آمده، من هذه الامه آمده، میای میبینی شما باز. خب
پس لازم این خیلی نمیتونه محل استدلال قرار بگیره. خب قومی خارج میشوند تحقیرون صلاتکم مع صلاتهم، شما نماز خود را در کنار نمازشان حقیر میشمرید. البته این هم جالب است، او خوارج اون زمان که بودن نماز خیلی میخواندن، قرآن زیاد، اما در این زمان خوارجی که هست زیاد، بعضی که آشنایی کمی دارم، یعنی اطلاع دارم که حتی نمازهای سنت نمیخوانند، خیلی به نمازها پایبندی ندارند، به جماعتها خیلی پایبندی ندارند، نوافل اینا زیاد پایبندی ندارند، شاید بعضی هم داشته باشن والله اعلم. به هر حال بعضی که من میشناسم تا حدودی این در گذشته دیده بودم بعضیا که این مفکوره، حالا بگیم که کاملا این مفکوره داشتن، به هر حال همین مفکوره رو دفاع میکردن، اما میدیدی که به نمازها پایبند نیستن. تحقیرون صلاتکم و صلاتهم فیقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقهم او حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیه، مثل که تیر از شکار بیرون شود. حالا اینجا تمثیل میکنه پیامبر، خوب دقت کنین. فینظر الرامی، تیر از بدن شکار وقتی بیرون میشه، شکار کننده تیر زننده نگاه میکنه الی سهمه، سهم یعنی خود تیر، الی نسله، به سوی سر تیر نگاه، نسل سر تیر، الی رصافه، از سر تیر کمی طرفتر، جایی که با چوبک وصل میشه. فیتمارا فی الفوقه، باز میاد خود چوب رو نگاه میکنه، باز میاد فوقه یعنی آخر تیر، همون جایی که یک پر مرغ چی هم میزنن، تکه میزنن، به او رو فوقه میگن. اونجا رو نگاه میکنه که چیزی از آثار بدن این شکار در این تیر از خون و گوشت و اینا باقی مونده، هل علق بها من الدم شیء، از خون و چیز باقی مونده، میگه به شک میشه، فیتمارا، به شک میشه در فوقه که چیزی مونده یا نمونده. این کلمه فیتمارا هم باید داشته باشید، چون این دلیل شده برای کسایی که میگن خوارج کافر نیستن. میگه ببین چون اینجا میگه شک میکنه که اینا در دین باقی موندن یا نموندن، یعنی چیزی باقی مونده از این دین برایشان. البته اونجا در رابطه به شکار است، از شکار چیزی باقی مونده، یعنی در خوارج چیزی از دین باقی مونده یا نه کامل خلاص شدن. خب اینم پس برمیگردم به شما بیشتر توضیح میدم. این روایت ابو سعید خدری دیدیم. بریم روایت بعدی، بازم روایت ابو سعید خدری است از طریق ابو سلمه بن عبدالرحمن و ضحاک همدانی. گفته بینا نحن عند رسول الله صلی الله علیه و هو یقسم قسما، یک چیزی تقسیم میکرد، عطاه ذو الخویصره. این ذو الخویصره بیشتر روایت تایید میکنه که در این جریان طلاهای یمن بوده. و هو رجل من بنی تمیم، از بنی تمیم بوده. فقال یا رسول الله اعدل، قال رسول الله صلی الله علیه و ویلک و من یعدل الا لم اعدل قد خبت و خسرت الا لم اعدل. فقال عمر بن الخطاب یا رسول الله ائذن لی فیه اضرب عنقه، اجازه بده گردنش را بزنم. پیامبر گفت دعه، او را بگذار، فإن له اصحابا، اینجا اصحاب من دئدئ نیامده، پس دئدئ به معنای همون کسی که هم فکر است، هم اصل است، یارانی دارد، یحقر یا یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم و صیامه مع صیامهم، اینا از بس نماز میخوانند، از بس روزه میگیرند. یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه. حالا باز تکمیل کردن. ینظر الی نسله، به سر تیر نگاه میکنه، فلا یوجد فیه شیء. ثم ینظر الی رصافه، که پایینتر از سر تیر، جایی که تیر با چوب وصل میشه، اون سر تیر آهن، فلا یوجد فیه، در رصاف هم چیزی نیست. ثم ینظر الی ندیه، ندی خودمو تیر، به چوب تیرم نگاه میکنه، فلا یوجد فیه شیء و هو القدح، قدمو تیر چوب. ثم ینظر الی قذذه، قذذ امو چی هست، امو آخر، اونجا فوقه گفته بود، فوقه یا قذذ امو آخر تیر، جایی که پر یا چی بسته میکنن. فلا یوجد فیه شیء سبق الفرث و الدم، از او فضلات شکم حیوان و از خون او از همه گذشته، از همه تیر شده، هیچ چی بو گیر نکرده. یک تمثیل هست، مثل که تیر از حیوان تیر بیرون شده و هیچ چی در او باقی نمانده، اینها به اسلام خوردند و از اسلام بیرون شدند، هیچ چی از اسلام در اینا باقی نمانده. و هذا من ادله من یکفر الخوارج. خب آیتهم، نشانه ایشان، رجل اسود، مردی است سیاه، همون شخصی که در بین این دیگه او ذوالخویصره نیست. پیامبر یک علامه بیان کردن، گفتن این خوارج علامه ایشان این است، در گروهشان مردی سیاه، احدى عضدیه مثل صد المرأه، یکی از بازوهای او مثل سینه زن هست، یکی از دستهای او چی بوده؟ ناقص بوده، در بعضی روایات آمده ناقص بوده، کوتاه بوده. باز این سر کوتاهی مثل سینه زن، تو گوشتی داشته، آویزان بوده، چند تا مو هم روی او بوده. او مثل بضعه تکی گوشت، تو در تکان میخوره. یخرجونه یعنی دستش قطعه، یک مقدار دستش کوتاه و قطعه، سرش گوشتی داره، تکان میخوره. بعضی دیده باشن دستش قطعه. یخرجونه، اینها بیرون میشوند، خروج میکنن، علی حین فرقه من الناس، در زمانی که مردم متفرق شدند. و دقیقاً تطبیق میخوره به زبان علی بن ابی طالب.
که مردم متفرق شدن، اونجا گروه معاویه است، اینجا گروه علی بن ابی طالب است. در همون زمان اینا باز خروج میکنن، یک گروه دیگه میشن. قال ابو سعید فاشهد انی سمعت هذا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، من شهادت میدم که امیر از پیامبر شنیدم. و اشهد ان علی بن ابی طالب رضی الله عنه قاتلهم. و این حدیث خوارج بسیار صحابه ای روایت کردن، جابر بن عبدالله، ابی سعید خدری، علی بن ابی طالب و چند نفر دیگه صحابه. شهادت میدم که علی بن ابی طالب با همینا جنگید و انا معه، ما همراهش بودم. فامر بذلك الرجل فالتمس، علی بن ابی طالب دستور داد که بگردید همین علاماتی که در حدیث آمده که در این گروه بوده، ببینید همین مرد رو هم میتونید پیدا کنید. فالتمس طلب کرده شد، فوجد یافته شد، فاتی بی آورده شد، حتی نظرت الیه علی نعت رسول الله صلی الله علیه و سلم الذی نعت، به همون وصفی که پیامبر گفته بود، اون مرد سیاهی که دستش ناقص هست میگه مول دیدم. خب روایت بعدی بازم از طریق ابی النضر از ابی سعید خدری ان النبی صلی الله علیه و سلم ذکر قوما یکونون فی امتی یخرجون فی فرقه من الناس، در زمان اختلاف مردم، سیماهم التحالق، علامتشان سرتراشیدن است. یعنی چی؟ یعنی سرتراشیدن اینا دیدون و عادت و علامه خود قرار داده بودن، وصف خود، وگرنه اصل سرتراشیدن چیز بدی نیست، اما این که او یک دین و یک عبادت برای خود بشموری، این باز بعد از غلط است. قال هم شر الخلق، پیامبر گفت اینا بدترین خلق هستند، او من اشر الخلق. این هم یکی از دلایل کسایی است که حکم به کفر خوارج میکنند. یعنی شر الخلق، خب از یهود و نصارا بدتر میشه، کافر میشه دیگه. یقتلهم ادنى الطائفتین الی الحق، آنان را میکشد گروهی که به حق نزدیکتر هستند. این حق نزدیکتر هستند از دو گروه اول، یعنی دو گروه بودن با هم میجنگیدن، فرقه من الناس بود، طایفه‌ای که به حق نزدیکتر بود، خب طایفه علی بن ابی طالب بود. همونا با این خوارج هم چیکار کردن؟ جنگیدن. دقیقاً علی بن ابی طالب با یارانش با اونا جنگیدن. فضرب النبی صلی الله علیه و سلم لهم مثلا، پیامبر یک مثال به اونا زد. او قال قولا الرجل يرمي الرمیه، گفت یک شخص تیری میزنه به رمیه، به شکار. او قال القرز، یا به هدف، قرز ندم. فینظر، پس نگاه میکنه، فی النسل، سر تیر، فلا یرا بصیرتا، فلا یرا بصیرتا یعنی دمن، بصیرت اینجا دمه یعنی خونی که ببینه. و ینظر فی الندی، در مو چوب، فلا ندی منظور چوب است، فلا یرا بصیرتا. و ینظر فی الفوق، آخر چوب، آخر تیر، فلا یرا بصیرتا. قال ابو سعید و انتم قتلتموهم یا اهل العراق، ای اهل عراق، خطاب به کسایی که یاران علی بن ابی طالب بودن، شما با اونها جنگیدید و با در حرورا، در نهروان اونها قتل کردید. روایت بعدی هم روایت ابی سعید خدری قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تمرق مارقه، بیرون میشود خروج کننده ای، خارج شود، عند فرقه من المسلمین، وقت اختلاف مسلمان ها، یقتلها اول الطائفتین بالحق، کسایی که سزاوارتر به حق هستند از دو طایفه با اون میجنگن. روایت بعدی هم بازم روایت ابی سعید خدری قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تکون فی امتی فرقتان، دو گروه میشوند، فتخرج من بینهما مارقه، از بین اونها یک گروه دیگری بیرون میشه، یلی که این کلا اینا اعجاز احادیث پیامبر میرسانه که اخبار عن الغیب است، الله و پیامبر خبر داده و پیامبر خبر داده. فتخرج من بینهما مارقه یلی قتلهم اولاهم بالحق، متولی قتلشان میشه کسایی که سزاوارتر به حق هستند. و به همین خاطر عموم اهل سنت اتفاق دارن بر اینکه در اختلاف بین معاویه و علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب به حق بوده و حق درست بوده کارش. و روایت بعدی هم بازم همون حدیث است، به سند دیگر باز رو آورده. روایت بعدی بازم روایت ابی سعید خدری در اینجا آمده قوما یخرجون علی فرقه مختلفه یقتلهم اقرب الطائفتین الی الحق، بازم همون بحث تمام شد. باب التحریض علی قتل خوارج بحث دیگری ساله. حالا دوستا تا اینجا دو روایت ما در واقع خواندیم، روایت جابر خواندیم، روایت ابی سعید خدری خواندیم. روایت ابی سعید خدری به طرق مختلفش. حالا از اینا چی نتیجه میگیریم؟ آیا خوارج کافر هستند؟ گروه مذموم هستند، گروه بد هستند؟ فیه خلاف بین اهل علم. جمهور اهل علم، اکثریت علما قائل به عدم کفرند، قائل به عدم تکفیر خوارج هستند. اگرچه که ظاهر احادیث تکفیر میرسانه، اینم همه قبول دارن که ظاهر الاحادیث علی التکفیر، ولكن جمهور اهل علم، اکثریت علما قائل به عدم تکفیرند. حتی خطابی رحمه الله اجماع نقل میکنه، میگه اجماع است بر عدم. البته اجماع نیست، خب عدم وجدان المخالف بوده، یعنی جناب خطابی نیافته مخالفی نیافته. و به هر حال جمهور علما همچنین گفتن، نووی هم همین یاد کرده، ابن حجر اسقلانی هم همین یاد کرده که اکثریت اهل علم قائل به عدم کفر خوارج هستند، اما عده‌ای قائل به کفر خوارج هستند و کفر خوارج ترجیح دادن، از جمله قرطبی مالکی و همچنین ابن عربی مالکی
قائل به کفر خوارج هستند. و همچنین تقی الدین سبکی هم امیر ترجیح داده. شیخ ابن باز هم از علمای معاصر تقریبا به همین نظر هست. و به هر حال عده‌ای از اهل علم و علما هم قائل به کفر خوارج هستند و گفتن ظاهر احادیث کفر میرسانه. اما کسایی که قائل به کفر هستند، خب در ضمن حدیث شما دیدین چند تا دلیل یاد کردن. گفتن اولا پیامبر گفته یمرقون من الدین، بعدن گفته اگر شما بگین منظور از دین طاعت است، طاعت حاکم، دیگه روایت گفته یمرقون من الاسلام، توجیه شما رد میکنه، پس اینا از اسلام بیرون میشوند. تمثیل هم کرده که اینها چنان بیرون میشوند که هیچ چیز باقی نمیمانه. البته اون طرف یک جوابی میدن، میگن که در یک روایت آمده فیتمارا، شک میکند که چیزی باقی مانده یا نه. جایی که شک شد الیقین لا یزول بالشک، نفر کلمه میگه نماز میخوانه مسلمان است. و حالا حکم به کفر که بکنی دلیل قطعی و یقینی میخواه، یقین به یقین مثل خود از بین میره. پس اسلامش به یقین ثابت شده، کفرش به یقین، و اینجا شک آمده فیتمارا، گفته شک میکنه که در فوقه چیزی باقی مانده یا نمانده. به این شکلی چی کردن. خب و به هر حال دلیل رو طرف شده. دیگه دلیلی که اینها یاد کردن، گفتن که پیامبر گفته لاقتلنهم قتل عاد. اینجا دو استدلال است. یکی اقتلنهم، این خیلی دلیل قوی نیست، تنها قتل، چون قتل میتونه به بغات هم صورت بگیره. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الی امر الله. خب این مؤمنین هم گفته، قتال هم با اونها میشه، پس قتال میتونه با مؤمنین هم باشه. نفس قتال کفر ثابت نمیکنه. اما لاقتلنهم قتل عاد یا قتل ثمود، این بحث باز فرق میکنه. این بحث کفر ثابت میکنه، یعنی مثل اونها باشه کافر میشه. و دیگه ای گفته شر الخلق والخلیقه. در بحث شر الخلق والخلیقه توجیه کردن اون طرف جمهور، گفتن که شر الخلق من المسلمین، در بین مسلمین اینا بدترین مردمن. چرا؟ چون خیلی آزارشون به مردم میرسه، خیلی اذیت میکنن، میکشن خیلی مسلمانان را. که البته الحمدلله خوارج بعداً باز از بین رفتن، گروهایشون بیشتر به وسیله محلب ابن ابی صفره در زمان عباسی ها و بعداً باز در زمان اموی ها، ببخشید عموما در زمان اموی ها بود دیگه. در زمان اموی ها باز اونها خیلی کشتار کرده، کشته. محلب ابن ابی صفره جلوشون میگرفته. به هر حال اینا خیلی از بین رفتن. حجاج بن یوسف هم با اونها در خیلی جا جنگیده و باقی نماندن. امروزه فقط یک گروه از اونها در عمان هست، در حاکم هم هستن، سلطه و حکومت هم به دستشان هست، عبادی ها هستن. که البته عبادی ها شاخه از خوارج گفتن که نزدیکترین گروه به اهل سنتن، یعنی در اعتقادات خود مثل دیگه خوارج به اون شکل نیستن، تفاوت های به هر حال دارن. اما مفکوره خوارج متاسفانه در بین بعضی دیگه افراد، جوانان و افراد دیگه متاسفانه دیده میشه که همون سبک و همون شیور، اگر چی که به نام خوارج نیستن، اما همون سبک و شیوه رو متاسفانه دنبال میکنن. خب اینجا به هر حال گفتن که اینجا شر الخلق والخلیقه، یعنی منظور شر الخلق من المسلمین. اونا این رو قید کردن، تعویل کردن دیده. اما سوال پیش میایه که چرا تعویلات؟ به خاطر چی؟ بابا خب حدیث واضح میگه یخرج یمرقون من الاسلام لاقتلنهم قتل عاد لاقتلنهم قتل ثمود. خب چی تعویلات میخواد چیکار کنه؟ چرا جمهور چنین حرفی بزنن به حدی که خطابی اجماع نقل کنه؟ میگه بابا اینجا حرف بزرگ دیگری است که غافل شدین از او. حدیث بدون شک صحابه، خصوصا علی ابن ابی طالب و صحابی که در زمانش بودن از ما بهتر میفهمیدن، خودشان روایت کردن. و علی ابن ابی طالب در جنگی که با اونها کرده، همون امر پیامبر انجام داده، لقتل قتل عاد، با اونها جنگیده، اما عمل کفار رو به اونها انجام نداده. یعنی چی؟ یعنی زن و بچه‌هایشون رو اسیر نگرفته، مثل که از کافر اسیر گرفته میشه. از اینا اسیر نگرفته، مالشون رو به غنیمت نگرفته. اگر کافر بودن چرا مالشون رو به غنیمت نگرفته؟ و کسایی که جنگ رها کردند و گروهشون به هم خورده دیگه دنبالشون نکرده که اینا با حکم مرتد کشته بشوند. حکم مرتد بالاشون جاری نکرده تا زمانی که اینها خروج عملی نکردن، نجنگیده با اونها. در حالی که اگر مرتد می بودن، خب باید که قبل از اینکه جنگ بکنن باید با اونها می جنگید دیگه. این رفتار علی بن ابی طالب و رفتار صحابه در مقابل خوارج میرسانه که فهم اونها از حدیث دقیق‌تر و صحیح‌تر است، چون اونها برای ما حدیث روایت کردن و اجماع هم دارن. اختلافی هم نیست که ما بگیم بله اختلاف است، اشتباه فهمیدن. اتفاق صحابه بر این رفتار و این روش است. پس به این خاطر
علمای جمهور اهل علم که تعویل میکنند و میگن بله این شر الخلق من المسلمین و امثال او به این دلیل. و یک جواب دیگه هم دادن که خیلی جواب جالب و زیبایی است. مجموع الفاظی که یمرقون من الدین، یمرقون من الاسلام، شر الخلق والخلیقه، لعقتلنهم قتل عاد و ثمود، همه اینها از جهت تشدید است. مثل که نسبت به شخصی که شراب میخوره ایمان ندارد کسی که شراب میخوره. عموما اهل علم گفتن این تشدید است، شدتی گناه را بیان میکنه و اینها هم همچنین به این طریقه است. البته ما در هر جا نمیتونیم یه حرف بزنیم، جایی که قرائن وجود داشته باشه، جایی که قرینه وجود داشته باشه واسه حکم کفر داده نمیشه دیگه. و به همین خاطر در این مسئله جالب است که باقلانی گفته انه من عویصات المسائل. باقلانی خیلی عالم قوی است، خیلی عالم قوی در این مسائل، میگه از عویصات است، خیلی سخته. و خیلی جالب است که سوال میکنن از امام الحرمین جوینی، اینا میپرسن میگه که چیه بیرون کردن مسلمانی از اسلام و داخل کردن کافری به اسلام خیلی امر سختی است. لازم در این مسئله اصلا جواب نمیده، اصلا حرف نمیزنه. پس دقت کنین که این مسئله چقدر این علما احتیاط داشتن در بحث تکفیر که کافر را به اسلام داخل کنن یا مسلمانی را از اسلام بیرون کنن. لذا در این باب بعضی حتی سکوت کردن، توقف کردن. و حتی صاحب کتاب چی بحر السجاج علامه اسیوبی از معاصرین تقریبا شرحی که بالای مسلم نوشته، در اونجا گفته که بهترین قول از نظر من ظاهر احادیث تکفیر خوارج است، اما احتیاط خواهش میکنه که توقف کنی، مثل که جمهوری کار کردن، تکفیر نکردن. و لذا بحث در باب تکفیر توضیحات دادم، ان شاء الله متوجه مطلب شده باشین. و دلیل جمهور که چرا تکفیر نمیکنن با وجود وضاحت در ظاهر احادیث همون فعل علی بن ابی طالب و صحابه در مقابل خوارج هست. حالا میریم به باب بعدی، باب تحریض علی قتل خوارج، تشویق بر قتل خوارج. اولین حدیث علی بن ابی طالب است. خود علی بن ابی طالب هم حدیثی در باب خوارج داره و علی بن ابی طالب خب اینجا ظاهرا به نوعی خود مثل متهم ببینه در این باب، آمده گفته که یعنی من حدیثی که به شما روایت میکنم شما فکر نکنید چون من با اینا مخالف هستم یه حرف رو میزنم. یعنی علی بن ابی طالب خیلی دور هم بوده از این اتهام، یعنی شخصیت او معلوم بوده، مشخص بوده، اما باز هم گفته قال علی اذا حدثتكم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی از پیامبر به شما نقل میکنم، فلان اخر من السماء احب الی من ان اقول علیه ما لم یقل، این که من از آسمان بیفتم برای من محبوب تر است از این که به پیامبر چیزی را نسبت کنم که نگفته باشد. و اذا حدثتكم فيما بيني و بينكم، چیزایی که بین ما و شما گفتگو میکنیم، فان الحرب خدعه، جنگ خدعه هست. ظاهرا این حرف به کسایی گفته که با او مخالف بودن، یعنی به خوارج گفته حرب خدعه هست، میشه من چیزی بگم توریه بکنم باب حیله در جنگ هست، اما وقتی میره به نام دین حرف میزنم، از رسول نقل میکنم، از آسمان بیفتم، بیشتر خوش دارم، دوست دارم تا ای که من دروغ بگم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول سیخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان. قومی اینجا یک بحثی هم مطرح شده که در روایت علی بن ابی طالب گفته آخر الزمان، و اونها که در آخر الزمان نبودن در زمان علی بن ابی طالب شد. و لحاظا آمدن توضیح خیلی زیبایی اسیوبی در شرح خود داده، گفته آخر الزمان یعنی آخر الزمن الخلافه، خلافت راشده، آخر زمان خلافت راشده که دقیقاً 2 سال به خلافت از در اخیر خلافت راشده 2 سال مانده بود که این کار صورت گرفت. سیخرج فی آخر زمان یعنی فی آخر زمان خلافت راشده قوم احداث الاسنان، قومی که جوان هستن. یا میتونه حتی چی باشه در آخر زمان ما و شما آمد تا باشه، یعنی در این زمان هم هست، در اون زمان هم بوده، در این زمان هم هست. حال دقت کنید به صفاتشان. احداث الاسنان کم سن و سال هستند، جوان هستند. و این جوان یعنی بی تجربه، بی علم. بعضی میگه والله جوانان تحقیق کردن. بابا جوانان نمیتونه تحقیق کنه، علم وقت نداره اونقدر، بی ربط حرف میزنید. سفهاء الاحلام، احلام یعنی عقول، یعنی عقول بی خردانه دارن، ناقص العقل، نادانن، جاهلن. یقولون من خیر قول البریه، میگوین از بهترین سخنان مردم، خیلی سخنای خوبی میگن، لا حکم الا لله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. خیلی حرفای خوبی میگن، آیات قرآن میخوانن، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، اما به حناجرهم به قلبشون نمیرسه، نمیفهمن. آیات میخوانه به هوا و هوس خود تفسیر میکنه.
یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه فاذا لقیتموهم فاقتلوهم فان فی قتلهم اجرا. البته اونایی که مسلحند و میجنگن دیگه منظوره. لمن قتلهم عند الله یوم القیامه، که دقیقاً خوارج امی کار کردن دیگه. صلاح دستشان رسید، کشتن مسلمانان رو. در اول بعضی صحابه را کشتن که علی بن ابی طالب من با اونا جنگید. خب در اینجا خیلی واضح دیگه احداث الاسنان سفهاء الاحلام. و بریم روایت بعدی. البته اینم بگیم بعضی از چیا دیگه خرافاتی ها اینها باز میگن این در شأن یکی از سلفی ها هست. سلفی ها چی میکنن؟ خب یعنی چی؟ این کجاش تطبیق میخوره؟ میگه ببین کم سن و سالن. خب کجا همه کم سن و سالن؟ شیخ ابن عثیمین رحمه الله کم سن و سال بوده، شیخ ابن باز کم سن و سال بوده، که شیخ البانی کم سن و سال بوده، و قبل او علمای دیگه با روش سلفی. امام ترمذی کم سن و سال بوده، بخاری کم سن و سال بوده، امام ابو حنیفه، امام شافعی، همه برای این منهج بودن، راهشان بوده. چی حرف بی ربط میزنی؟ باز اینا یمرقون من الاسلام چی بیرون شدن؟ اینا که میگن هر چی میگیم همون حرفی که در زمان سلف باشه درست نباشه درست نیست، و برای هر حرف خود میگن باید دلیلی از قرن اول اسلام داشته باشی و دلیل هم براش میارن. اینا یمرقون من الاسلام. تویی که 100 تا بدعت درست کردی، تو قد بقیت فی الاسلام. خب اصلا توجه به این نکردم چون خیلی بی ربطه. روایت بعدی هم بازم همون حدیثه به سند دیگر رو آورده. و روایت بعدی بازم روایت علی بن ابی طالب است. ذکر الخوارج فقال فیهم رجل مخدج الید، در بینشان مردی است که دستش ناقص است. مخدج یعنی ناقص، او مودن الید، مودن هم یعنی ناقص، او مسدون الید. مسدون این میگن که دست کمی قطع شده باشه و باز اینجا یک تیکه گوشتی داشته. لولا ان تبطروا یا تبطروا، اگر شما مغرور نشوید، لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلی الله علیه و سلم. من به شما میگم که بر پیامبر، به زبان پیامبر چقدر الله وعده چی داده، ثواب داده به کسایی که با اینا بجنگن. اینقدر این ثواب داره. قلت انت سمعت، انت یعنی انت سمعت من محمد صلی الله علیه و سلم. اینا کی میگه؟ عبیده سلمانی میگه. عبیده سلمانی از کبار تابعین هست. به علی میگه آیا تو اینو شنیدی به زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ از پیامبر گفت ای و رب الکعبه، ای و رب الکعبه، ای و رب الکعبه. به پروردگار کعبه قسم بگیر از پیامبر شنیدم. خب غیر از علی بن ابی طالب ابی سعید خدری شنیده، جابر بن عبدالله شنیده و دیگه صحابه هم هستن. روایت بعدی هم بازم از طریق زید بن وهب جهانی از علی بن ابی طالب است. گفته انه کان فی الجيش الذي كانوا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذين ساروا الى الخوارج فقال علي رضي الله عنه ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من امتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم الى قراءته بشيء. از شما خیلی بیشتر میخوانند. ولا صلاتكم الى صلاتهم بشيء ولا صيامكم الى صيامهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون انه لهم وهو عليه. گمان میکنن این آیات قرآنی که میخوانند به نفعشان است، این بر علیهشان است. چون غلط میفهمن آیه را، مثل که خوارج اولیه غلط فهمیدن، امروزیام همچنین. لا تجاوز صلاتهم تراقیهم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیه لو یعلم الجيش الذين يصيبونهم. لشکری که با اونا میجنگن، به اونا ضربه میزنن، اگر بدانن ما قضی لهم، چقدر ثواب برایشان قضاوت شده، علی لسان نبیهم صلی الله علیه و سلم، لتکلوا عن العمل. توکل میکنن از عمل، دیگه اصلا عمل نمیکنن دیگه، همین بس ماست دیگه. و آیت ذلک ان فیهم رجلا له عضد، مردی است که بازو دارد و لیس له ذراع ندارد، دست قطع بازو داره. قبلا گفتم علی راس عضده مثل حلمة الثدی، مثل سر پستان، سر بازویش هست. علی شعراتون بی، چند تا موی سفید رویش هست. فتذهبون الی معاویه، شما حالا میخواین برید به جنگ معاویه و اهل شام برید، نه اونجا نرید با اینا. و تترکون هؤلاء یخلفونکم، اینها رو نگاه میدارید پشت سر شما اینجا باشن. فی ذراریکم و اموالکم، در اولادهای شما و اموال شما. والله انی لارجو ان یکونوا هؤلاء القوم، مع الله امید دارم که اینها همون قومی باشن که با اونها بجنگم، نه با معاویه. فانهم قد سفكوا الدم الحرام، اینا خون حرام ریختن، بعد صحابه کشتن. تا وقتی که این کارو نکردن نجنگید به اونا. و اغاروا فی سرح الناس، و اینا غارت زدن در گوسفندای مردم. سرح الناس یعنی گوسفندای مردم در چراگاه. فسیروا علی اسم الله، سیر کنید به اسم الله. قال سلمة بن كهيل فنزلني زید بن وهب منزلا، میگه زید بن وهب مرا برد در یک منزلی، حتی قال، بعدا به ما گفت که مررنا علی قنطره، ما گذشتیم از یک پلی با همراه علی بن ابی طالب. فلما التقینا، وقتی با خوارج روبرو شدیم، و علی الخوارج یومئذ عبدالله بن وهب الراسبی، رئیسشان عبدالله بن وهب الراسبی گمراه بدبخت بود. فقال لهم القوا الرماح، قبلا اینا در حرورا روبرو شده بودند، ایال نهروان بوده. در حرورا وقتی با هم روبرو شدن،
عبدالله اینا میخواستن از دور نیزه بیاندازن. تا نیزه بیاندازن عبدالله ابن عباس آمد و با اینا حرف زد و اینا خیلیشون رجوع کردند و جنگ هم نشد و برگشتن خیلی هاشون. لحاظا این ترسید، گفت اگر به نیزه و به اینا بذاریم جنگ میشه اینا بیان باز ما صحبت کنن جنگ به هم بخوره. لحاظا برایشان گفت القوا الرماح، نیزه های خود بیاندازید و سلوا سیوفکم، سلو بکشید شمشیرهای خود را من جفون و از غلافهایش، فإنی اخاف ان یناشدوکم، میترسم که از شما طلب بکنن که ما ناشدوکم یوم حرورا، مثل روز حرورا از شما طلب کردن که صحبت کنن و خیلی ها رجوع کردن، فرجعوا خیلی ها برگشتن. فوحشوا برماحهم، وحشوا یعنی دور انداختن نیزه های خود را، و سلوا السیوف شمشیرها کشیدن، و شجرهم الناس برحمهم، اینا مردم دیگه اینجا خیلی مسلمین خیلی خوب واضح دیگه دیدن اونها چیزی ندارن، از اون دور شروع کردن نیزه ها زدن، خوب اینا رو کشتن. و قتل بعضهم علی بعض، اینا کشته شدن بعضی بالای بعضی، پشت از کشته پشت ساختن دیگه. قتل بعضهم علی بعض، از کشته پشت ساختن، بالای هم افتاد. و ما اصیب من الناس یومئذ الا رجلان، از مسلمانان فقط دو مسلمان ضربه دید. فقال علی التمسوا فيهم المخدج، همون ناقص الید را پیدا کنید. فالتمسوه فلم یجدوا. فقام علی رضی الله عنه بنفسه حتی ناسا قد قتل بعضهم علی بعض، آمدید مردمی بالای هم افتادن. قال اخروهم، اینا رو دور کنید. فوجدوه مما یلی الارض فکبر، باز بعدن یافتن، البته در بعضی روایات آمده که دیگرها یافتن، اون رو پیش علی بن ابی طالب آوردن. خب این وقتی دید علی بن ابی طالب تکبیر گفت الله اکبر که هم بودن. ثم قال صدق الله و بلغ رسوله، قال فقام الیه، یعنی میگه الله گفته به رسول رسانده، یعنی رسول که علم غیب نداره، اجانب الله خبر داده. قال فقام الی عبیدة السلمانی، عبیده سلمانی استاد شد گفت یا امیر المؤمنین الله الذي، یعنی تو را به الله قسم، لا اله الا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو امیر از پیامبر شنیدی؟ قال ای والله الذي لا اله الا هو، حتی استحلفوا ثلاثا وهو يحلف له، سه بار قسم داده از جهت تاکید. و روایت بعدی ابو رافع مولى رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه ان الحروریه لما خرجت وهو مع علی بن ابی طالب رضی الله عنه قالوا لا حكم الا لله، غلط یک چیزی فهمیدن میگن خود دیگه اصلا معناش رو نمیفهمن. قال علی کلمه حق اريد بها باطل، کلمه حق است اراده باطل میشه، مثل امروز خیلی آیات قرآن میخونه کلمه حق یراد به الباطل. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وصف ناسا انی لعارف صفتهم فی هؤلاء یقولون الحق بالسنتهم، حق میگن به زبان خود، آیه قرآن میخونن، اما لا یجوز هذا منهم، یعنی از این گلویشان تجاوز نمیکنه. و اشار الی حلقی من ابقد خلق الله الیه منهم اسود احدی یدیه طباشات، یکی از دستاش مثل مایه گوسفند است، پستان گوسفند، او حلمة سعد. فلما قتلهم علی بن ابی طالب قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا قال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين، دو بار گفت، نه دروغ گفتن نه به من دروغ گفته شده. او ثلاثا ثم وجدوه في خريبه، بعدا رفتن در خرابه فاتوا به، او آوردن حتی بدأوه بین یدیه. قال عبید الله و انا حاضر، اونجا بعد آمده که زیر کشته بوده، خب گفت میره پیدا کردن نفرها پیش علی بن ابی طالب آوردن، بعضی روایت کوتاه‌تر کرده بعضی مفصل‌تر. و عبیده میگه و انا حاضر ذلك، عبید الله میگه و انا حاضر ذلك من امرهم و قول علی فیهم، و تا آخر همون شخص سیاه رو میگه من دیدم. با الخوارج شر الخلق والخلیقه، اینجا باز روایت ابوذر غفاری است، میشه چهارمین صحابه. ابوذر غفاری میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان بعدی من امتی او سيكون بعدی من امتی، اونجا روایت ابو سعید خدری چی اومده بود؟ فی امتی، که گفته بود فی، گفته من نگفته، در روایت ابوذر من گفته او سيكون بعدی من امتی قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، حسب حلقومشان، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيهم هم شر الخلق والخليقه ثم لا يعودون، بعداً برام نمیگردن. یعنی مردم بسیار مردم متعصبی هستن که حق را مشکل است که قبول بکنن، مگر اونایی که دنبال حقیقت هستن، مثل خیلی از خوارج قبول کردن. اونایی که از اساس تعصب چی کردن دیگه قبول نمیکنن. فقال ابن صامت فلقيت رافع بن عمرو الغفاري اخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعت من ابي ذر كذا وكذا فذكرت له هذا الحديث فقال وانا سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون 5 نفر، رافع ابن عمرو غفاری میگه از حکم غفاری هم پرسیده، او هم گفته بله از پیامبر شنیدم. روایت بعدی از سهل بن حنیف است. یسیر ابن عم میگه سألت سهل بن حنیف هل سمعت النبي صلی الله علیه و سلم یذکر الخوارج فقال سمعت و اشار بیدی نحو المشرق. مشرق حرورا در مشرق بوده، در عراق هست دیگه. قوم یقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقیهم یمرقون من الدین. امروز هم بیشتر خوارجی که هستن همین طرف، بیشتر که هستن جانب مشرق، با کمال تاسف. روایت بعدی یخرج منه اقوام،
در این امت اقوامی روایت سهل بن حنیف یتیه سرگردان میشود قوم قبل المشرق محلقه رؤوسهم سرهایشان تراشیده است. حالا این اولیاء همین شکل بودن، یعنی در همه خوارج دیگه بازی اساس نیست، خیلی خوارج هم بازی عقیده رو ندارن، همون اولیاء همچین یک علامه‌ای داشتن. تمام شد. تا اینجا دوستا بحث خوارج دیگه کاملا به پایان رسید. ما بحث خوارج خوندیم و کاملا متوجه شدین. به این شکل واقعا جمع روایات در دیگه کتاب حدیثی متوال ندیدم و جناب امام مسلم رحمه الله خیلی زیبا اینا جمع آوری کرده و ان شاء الله که آشنا شدیم با این بحث خیلی بهتر از اون چیزی که در صحیح البخاری مشرح کرده بودم. در صحیح البخاری اینا رو بحث کردم، اما به اون کیفیتی که در اینجا چون روایات جمع شده بود در اونجا در صحیح البخاری و سنن ترمذی که اصلا نشده بود دیگه. الله تعالی همه ما و شما را بر صراط مستقیم مستدام بدارد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.